خودخواهی چیست؟ آیا من یک فرد خودخواهم؟ آیا خودخواهی در زندگی چه تأثیراتی روی من میگذارد؟ آیا جایی که هستم نتیجه انتخاب‌های من از روی خودخواهی است؟ آیا خودخواهی چه هنگامی به وجود میآید؟ آیا راه رسیدن با موفقیت چیست؟ من در این برهه زمانی باید چیکار کنم که به موفقیت برسم؟ چالش برانگیزترین قسمت تلاش و چرا بیشتر موفقیت‌ها نصیب افراد کم مرفه جامعه می شود؟ جواب این سوال‌ها و سایر سوال‌های دیگه در ادامه ویدیو. با ما همراه باشید با ادامه ویدیو. با سلام، به نام خدا. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نام کی کنم باز. ای نام تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. با سلامی دوباره خدمت دوستان و همراهان همیشگی چنل AMSM لایف با ویدیو سوم و دوره خودسازی با ما همراه هستید. در دو ویدیوی قبلی ما به شما راهکارهایی دادیم. در ویدیو اول ما به شما روحیه‌ای دادیم برای اینکه فکر کنید و بتونید راهو شروع کنید. در ویدیو دوم ما به شما ایده هایی دادیم و دلگرمی هایی دادیم که بتونید راهو جلو برید. اما در این ویدیو متفاوت تر از ویدیوهای دیگه میخوام جواب کلی سوالات را بدیم که هم از طرف شما وجود داره، هم در راه موفقیت وجود داره و در این ویدیو میخوایم که به شما مسیر موفقیت رو گام به گام نشون بدیم. دوتا از گام‌های مهمی که در مسیر موفقیت لازمه که ما پیش بریم و به شما در این ویدیوها میگیم. و لازمه که قبل از اینکه ویدیومون رو شروع کنم از تمامی دوستان تشکر کنم واقعا بابت حمایت هاتون. من تو این دوره کمی که تو این مدت کمی که این دوره رو شروع کردم از شما واقعا واکنش‌های مثبتی گرفتم و این واقعا باعث دلگرمی شد و باعث این که من تولید محتوا برای این دوره رو افزایش بدم. خیلی خیلی از شما بابت حمایتاتون تشکر میکنم که شما خودتون و من را به چالش میکشید که بیشتر این اطلاعات رو در اختیار شما بگذارم. خوشحالم که موفقیت خواه هستید. خوشحالم که خودتون رو موظف میدونید که موفق بشید و سال 1403 هجری شمسی رو برای خودتون میدونید. خب بریم برای اصل ویدیو و ادامه مبحثامون. اول از هر چیزی یک سوال: چالش برانگیزترین قسمت تلاش چیست؟ چالش برانگیزترین قسمت تلاش این است که ما قبل از اینکه بتوانیم نتیجه مثبتی را ببینیم باید مدتی را به طور مؤثر کار کنیم. چرا موفقیت بیشتر نصیب افراد کم مرفه اجتماع می شود؟ موضوع جالب اینجاست که ثروت یک نسل را نابود می کند. به طور معمول نعمت‌های زیاد و فراوان موجب ایجاد ذهنی کسل و بی تحرک خواهند شد و نوعی زندگی یک نواخت را ایجاد خواهند کرد. فرزندان مرفه بسیار حساس و آسیب پذیر هستند. آنها افرادی نیستند که نظم و مقررات شخصی داشته باشند و دارای شخصیتی نیستند که بتوانند ثروت را در اولین دوره به وجود آورند. پس زیاد از واقعیت دور نیست که قدر و قیمت ثروت را ندانند و برای نگهداری از آن نکوشند. این نوع از ذهنیت بشر در فرزندان خانواده‌های ثروتمند، ستاره‌های سینما و افراد رده بالای شرکت‌ها و خیلی کمتر در کودکان یا بزرگسالان دیده می‌شود. از قدیم به ما یک چیزی گفتن که کسی که پولی و خودش به دست نیاورده باشه نمیدونه که چطوری خرجش کنه، اما کسی که پولی خودش به دست آورده باشه قدر اون پول رو برای خرج کردنش میدونه.
کسی که تو مسیر زندگی با چالش‌هایی روبرو شده قدر تلاش رو میدونه و قدر زمانش رو میدونه و به انتخابهاش بیشتر دقت میکنه که من با انتخاب اشتباهم وقت خودم رو تلف نکرده باشم، چون وقت برای اون گرانبهاست. الان ما میخوایم به یک سوال دیگه جواب بدیم که این که خودخواهی چه هنگامی به وجود میاد. حقیقت این است که این احساس خودخواهی تمامی امپراتوری ها را متاثر کرده است. موقعی که مدت طولانی در شرایطی سرشار از رفاه و سلامت و ثروت زندگی می کنیم، درگیر خودخواهی یا خودشیفتگی خواهیم شد. این شرایط میتونه حتی شرایطی باشه که ما مدتی بدون هیچ سختی پیش بریم. یک جمله خیلی قشنگی هستش توی ادیان الهی که میگه اگر در طول 40 روز هیچ بلایی برای تو پیش نیاد، باید در ایمان خودت شک کن. خیلی قشنگه این جمله، واقعا خیلی روانشناختیه که ببینید اگه تو دوره 40 روزه شما هیچ مشکلی براتون پیش نیاد، شما مغزتون کسل میشه و دچار خودخواهی میشین. آدمی که دچار خودخواهی میشه اولین چیزی که میگه من کردن باعث میشه که آدم از موفقیت جا بمونه و فقط در جا بزنه. تمام کارهایی که برای رسیدن به آن نقطه انجام داده ایم، یعنی نقطه موفقیت، کنار میگذاریم و دقیقا مانند قورباغه‌ای خواهیم شد که دلش نمیخواهد از آب جوش بیرون بیاید و خودش را نجات دهد. به چه علت؟ چون دمای آب به آهستگی و خیلی موذیانه زیاد شده و قورباغه اصلا نمیفهمد که در حال پخته شدن است. کسی که هیچ مشکلی براش پیش نمیاد نمیدونه که داره چه صدمه‌ای به خودش میزنه. مثل همون قورباغه‌ای که آرام آرام آب گرم میشه و بهش صدمه میزنه و متوجه نمیشه. خاطر مشکلات خیلی وقتا ما رو میارن سر راه اصلی. خیلی بارها دیدیم که یکی با فوت یکی از عزیزاش برگشته به راه اصلی. راه رسیدن به موفقیت چیه؟ اگر قصد داریم به موفقیت برسیم، باید به اخلاق کاری اجدادمان، یعنی تلاش سخت، بازگردیم. حالا یک سوال پیش میاد: منی که در این بره از زندگی هستم باید چی کار انجام بدم که به موفقیت برسم و از کجا شروع کنم؟ ما باید شخصیتمان را بازیابی کنیم، سعی کنیم این کار را برای نتایج و موفقیت‌های خودمان انجام دهیم. هرگز به دنبال چراغ جادو و اینجور چیزها نرویم. البته می توانیم روی مبل بنشینید و در انتظار باشید تا چک هایتان به ترتیب برایتان فرستاده شوند. کارهای شگفت‌انگیز انجام دهید. روی شعله ها راه بروید. یا یک شبه به جایگاه افراد موفق برسید، ولی بیشتر این کارها به نوعی بازی‌های سوداگری هستند و می‌خواهند حواس شما را از ضعف‌هایتان پرت کنند تا بتوانند مهارت‌های شما را در اختیار بگیرند. اصلی ترین نکته اینه که ضعف‌های خود را بپذیرید و کارهایی که حواس شما را از ضعفاتون پرت میکنه، اون کارها بدونید اشتباه محض انتخابشون. میخواهم داستانی کوتاه حقیقی برای شما بگویم تا با این اصل که هیچ چیز مثل موفقیت شکست نمیخورد بیشتر و بهتر آشنایی پیدا کنید. خانه من در ساحل سن دیگو واقع و رستوران فوق‌العاده‌ای در آن حوالی باز شده بود. این رستوران در اوایل کارش حالی به نظر می رسید. خانم مهماندار در موقع ورود مهمانان به همه لبخند میزد و نحوه سرویس دادنش به مشتریان عالی بود و مدیر رستوران برای اطمینان یافتن به تمام میزها سرکشی میکرد. از همه مهمتر این که طعم و مزه غذاها بسیار عالی بود و خیلی زود مردم برای خوردن غذای آن رستوران در آنجا صف می‌بستند
و گاهی پیش می آمد که بیشتر از 1 ساعت در انتظار بودند تا جایی برای نشستن پیدا کنند. اما با تأسف باید بگویم که مدتی گذشت و کارمندان رستوران که فکر کردند که موفقیت آنها تضمین شده است، همان خانم مهماندار چهره مغرور و متکبر به خود گرفت. گارسون ها مانند قبل مرتب نبودند و تند و گستاخ شدند. کیفیت غذا هم خیلی پایین آمد. به این صورت شد که در مدت 1 سال و نیم رستوران به کلی مشتریان خودش را از دست داد. در حقیقت آنها به خاطر موفقیتشان شکست خوردند. البته باید این جمله را اصلاح کنم. آنها به خاطر این کارهایی که برای موفق شدن انجام داده بودند متوقف کردند و دچار شکست شدند. در واقع موفقیت جلوی دید آنها را گرفته بود و آنها را درگیر خود کرده بود. نکته اصلی اینه که ما وقتی بخوایم یک کاری رو شروع کنیم باید به یک نکته خیلی دقت کنیم. اونم نکته اینه که ما کارمون را جز عادتهای روزانمون کنیم. یعنی کارمون بستگی به شرطی نباشه که من وقتی به این جایگاه رسیدم کارم رو ول کنم، تلاشم رو کم کنم. شرطی باشه کارمون، مثل نفس کشیدن که هر روز مجبوریم نفس بکشیم، چه خسته باشیم چه در حالت استراحت. کاری رو انتخاب کنید که با روح روانتون تطبیق بشه و اون کار بشه جزو عادتهای روزانتون که چه به هر جایگاهی که برسیم باید اون کار رو انجام بدین، چه در کمترین جایگاه باشین چه در بالاترین جایگاه. چطوری از تفکرات الانم نجات یابم و خودم را مجبور به تلاش کنم؟ جواب این سوال اینه: درباره برنده شدن در قرعه کشی یا بخت آزمانی باید به خودتان قول بدهید که دست از فکر و خیال بیهوده بردارید. چیزی که در این قرعه کشی ها وجود دارد این است که شما تنها همان یک برنده را میبینید و میلیون ها نفر بازنده را هیچ وقت نخواهید دید. در داستان آن شخصی که جلوی ماشین شانس لاس وگاس خوشحالی میکند یا در شرط بندی مسابقات اسب دوانی برنده می شود، صحبتی از هزاران باری که بازنده شده است به میان نمی آید. اگر با احتمالات ریاضی نگاهی به این نتایج بیاندازیم می‌بینیم که شانس برنده شدن نزدیک به 0 است. حقیقت این است که شانس شما برای موفقیت در چنین مواردی 0 است. روانشناس هاروارد دانیل گیلبریت کتابی با عنوان ملاقات تصادفی با خوشبختی دارد که در آن گفته است اگر در مسابقات لاتاری به هر یک از بازنده ها 30 ثانیه فرصت بدهیم تا باخت خودشون را اعلام کنند، چیزی حدود 9 سال طول می‌کشد تا هر بازنده ها در هر قرعه کشی اعلام بشن. راهکارهای فوری یعنی خودفریبی. خیلی ساده، خیلی کوتاه. ما خیلی وقتا قهرمانای ورزشی رو میبینیم که بسیار موفق شدن، اما چیزهایی که از اون قهرمانا نمیدونیم از این قبیله که اون قهرمانها، یک قهرمان ورزشی هر روز صبح زود بیدار می شود و ورزش را آغاز می کند. وقتی همه خسته می شوند او هنوز هم به تمرین خود ادامه می دهد. او با کار سخت و ناامیدی، خستگی حاصل از شکست، تنهایی و رنج مطلق به دفعات مواجه می شود تا بالاخره مقام اول را تصاحب کند. راه رسیدن به موفقیت و هدف ما از این مباحث چیه؟ هدف من این است که در انتهای این مباحث یا شاید هم زودتر این باور در تمام وجودتان رخنه کرده باشد که تنها راه رسیدن به موفقیت و پیروزی داشتن یک نظم و ترتیب روزانه غیر جذاب، یک نواخت یا شاید هم سخت است که با واقعیت ترکیب می شود. می خواهم این را بدانید که آرزوی شما می تواند برایتان اتفاق بیفتد اگر بتوانید اثر زمان را به سود خود استفاده کنید. اگر بتوانید اصول قوانینی را که در این مباحث گفته می شود به کار بگیرید به نتیجه فوق العاده خواهید رسید. این همان چیزی است که در این مباحث به شما آموزش خواهیم داد. نقش پیروزی ها و شکست ها در زندگی شخصی من چیست؟ ناکامی و موفقیت از هر پیروزی یا شکست شروع شده است و هرچه در زندگی خود دارید یا ندارید نتیجه همان است
اگر بیاموزید که آن را تغییر دهید، در واقع زندگی خود را متحول کرده اید. اما باید بدانیم که موضوع چیست، پس باید آن را کشف کنیم. برای کشف موضوع لازم به تجربیاتی داریم که از اونها در مسیر زندگی استفاده کنیم و این تجربیات جز با به اشتراک گذاری تجربیات دیگران و استفاده از تجربیات دیگران به دست نمیاد. پس برای استفاده از تجربیات بسیاری از افرادی که من تا حالا باشون کنتاکت داشتم، این مباحث رو دنبال کنم. چگونه کم و کاستی هایی را که تا الان داشتم جبران کنم؟ اولین قدم، حضر و بهانه هایی را بنویسید که به طور معمول از آنها استفاده می کنید. مانند این جملات: من زیاد باهوش نیستم، درست و اصولی تربیت نشدم، به مقدار کافی تجربه و تحصیلات لازم را ندارم و غیره. اکنون بیایید تمام کاستی ها را با کار زیاد و رشد فردی جبران کنید تا بتوانید در رقابت با هر کسی، حتی خود قبلیتان، به پیروزی برسید. یک دفتر خودکار بیارید و روی این دفتر خودکار تمام عذر و بهانه هایی را بنویسید که به طور معمول از آن استفاده میکنید. من تو شهر کوچیک بزرگ شدم، من فلانم، من فلانم، من کارم فلانه، من کارم فلانه. چند کار معمول و جزئی روزانه را بنویسید که ظاهرا اهمیت چندانی ندارند و میتوانند شما را در مسیر مثبت هدایت کنند. روی کاغذتون چند کار کوچولو که میتونن در مسیرتون شما رو موفق کنن بنویسید. مثلا برای مثل یکی از کارها نوشتن توی دفترتون اینه که من هر وقت این ویدیوها آپلود شد میرم این ویدیوها رو برای رشد خودم نگاه میکنم و اون ایده هایی که توی این ویدیو به من داده میشه استفاده میکنم. تو ماشین، تو تاکسی، تو هر جایی که هستی میتونی این ویدیوها رو گوش بدی و از اونها استفاده کنی. دوم، اقدامات جزئی و ساده در ظاهر بی اهمیت که به مرور زمان میتوانند موجب پسروی شما شوند یادداشت کنید و سعی کنید آنها را انجام ندهید. چیزهایی که باعث پسروی شما میشن، مثلا کسایی که دور برم گلایه میکنن، جملاتی که خیلی رو من تاثیر گذاشتن و من هر روز با خودم تکرار میکنم، اونا رو بنویسید و سعی کنید اونا روز به روز حذف کنید. تیک بزنید که حذف بشن. نتایج زمینه‌ها و مهارت‌هایی را بنویسید که در گذشته در آنها به موفقیت رسیده اید. به خاطر داشته باشید که می‌توانید آنها را تضمین شده بدانید و هیچ کاری را برای بهبود آنها انجام ندهید. همان موقع است که درگیر خودخواهی شده اید و شکست منتظرتان است. چیزهای کوچیکی که توش موفق شدین تو مسیر موفقیتتون. مثلا من امروز برای خودم می‌نویسم، مثلا منی که یک کار ساده ای دارم تو بازار، برای خودم می نویسم که درآمد امروز من باید بیشتر از 500 تومان باشه. وقتی به اون درآمد رسیدم اونو می نویسم توی اون دفتری که ایده های قبلی رو نوشتم، توی این دفتری که کارهای قبلی رو نوشتم، من توی این با موفقیت رسیدم، تا یک نوع تشویق باشه برای روز بعد که بتونم این کار انجام بدم. نگم که آقا من رسیدم به این درآمد، هر روز 500 رو دارم دیگه نمیاد. این میشه دشمن موفقیت، خودخواهی، موفقیتی که سبب شکست شما میشه. خب الان میایم در مورد انتخاب ها، به بحث انتخاب ها میرسیم. نقش انتخاب ها در زندگی ما. همه انسان ها یکسان متولد میشوند، بیخبر، لخت و گریان و وحشت زده. پس از آن زندگیمان با انتخاب هایی که میکنیم تمام میشود. این انتخاب ها میتوانند بهترین دوست یا بدترین دشمن ما باشند. آنها ما را به سمت اهدافمان هدایت یا به طور کلی ما را از اهدافمان دور میکنند. درباره این مسئله فکر کنید. هر چیزی که در زندگی شماست به دلیل انتخاب هایی است که خودتان میکنید. انتخاب ما مبنای نتایجی است که به دست میآوریم. هر یک از انتخاب های ما رفتاری را در پی خواهد داشت که با گذشت زمان تبدیل به عادت خواهد شد. وقتی انتخاب ما ضعیف و بی اساس باشد مجبوریم دوباره به عقب برگردیم و مورد دیگر را انتخاب کنیم. شاید دومین انتخاب سخت‌تر هم باشد، زیرا ما یک بار شکست خوردیم. آدمی که شکست میخوره محتاط‌تر عمل میکنه. پس انتخاب اول خیلی مهمه. شما تو انتخاب اولتون خیلی دقت کنید که دچار این عارضه نشید که من شکست بخورم محتاط‌تر برم. محتاط بودن خیلی خوبه، اما تو مسیر شما را عقب میندازه. البته میتوانید انتخاب هم نکنید و به صورت منفعل باقی بمانید و به قول معروف هرچه بادا باد.
در واقع شما هستید که انتخاب را میسازید و همینطور انتخاب ها شما را خواهند ساخت. هر تصمیمی هرچند بسیار کوچک و جزئی میتواند مسیر زندگی شما را تغییر دهد. حتی تصمیم کوچک. مثلا یکی از تصمیم هایی که میتونه مسیر زندگی شما را تغییر بده اینه که من به ادامه این مباحث میپردازم و من در این مباحث شرکت میکنم و برای خودم وقت میذارم. اینکه به دانشگاه بروید یا خیر، با چه کسی ازدواج کنید، نسبت به یک شایعه واکنش نشان دهید یا سکوت کنید و به شخص مقابل خود ابراز احساسات کنید یا نه، تمام اینها انتخاب‌هایی میباشند که روی نتایج زندگیتان اثرگذار هستند. یکی از چیزهایی که باید از زندگیتون حذف کنید این که کمتر به اخبار گوش بدید. چون ما ببینید، ما اخباری است تاثیر تو زندگی ما نداره بجز استرس دادن به ما. من مسیرمو میرم، اصلا اخبار رو توجه نمیکنم. اخبار منظورم اخباریه که هر روز شایعه‌ای توشه و به نفع خودشون دارن این خبرها رو پخش میکنن. در این بحث قصد داریم از این تصمیمات مطلع شویم و انتخاب‌هایی را برگزینیم که موجب رشد در زندگیمان میشوند. شاید در ابتدا کمی سخت و پیچیده باشد، اما اگر کمی صبر داشته باشید به زودی سادگی و راحتی آن شما را به خود جذب خواهد کرد. به شما اطمینان میدهم که 99% از تصمیماتتان دیگر از روی ناگاهی نیستند. دیگر بیشتر رسم و معیارهایتان از روی واکنش آنی نخواهد بود. از خودتان سوال میکنید که چه تعداد از رفتارهای من گزینشی هستند؟ چه کارهایی میکنم که از روی دانش و آگاهی انتخاب نکردم و با وجود این هر روز آنها را تکرار میکنم. خیلی از کارها هستند که ما هر روز آنها را تکرار میکنیم اما هیچ دانش و آگاهی روشون نداریم و اونا رو زندگی ما تأثیر میذارن. البته خودتان قادر به پاسخگویی این سوال هستید که چه چیزایی هستن که من هر روز دارم اونا رو تکرار میکنم اما اونا تأثیرات خیلی زیادی روی زندگی میذارن اما به نفع بدش. ما با بکارگیری این روش ها، آگاهی بخشی و عقلانی زندگی، خودمان و کارمان را پیش برده و آن را تقویت میکنیم. شما میتوانید از شر موضوعاتی که زندگیتان را بی قانون کردند و به سمت اشتباه میکشانند خلاص شوید. پس بهتر است قبل از اینکه به سمت حماقت و اشتباه بروید توقف کنید. سعی نمایید تصمیماتی را تجربه کنید که شما را به راحتی و آسایش میرساند و هر بار رفتارها عادات مثبت شما را حمایت میکنند. به جای انجام کارهای روزانه‌ای که بیشتر به ما صدمه میزنند و ما از روی ناآگاهی اونا رو انتخاب کردیم، حتی بیدار شدنی که اصلا انتخاب نمی‌کنیم که بیدار بشیم. بیا بیدار شدن تو انتخاب کن. کی بیدار بشم که برای من بهتره؟ کی بخوابم که برای من بهتره؟ کی کتاب بخونم؟ کی کارم انجام بدم؟ کدومشون برای من بهتره تا باعث ایجاد رفتارهای مثبت تو من بشه؟ کارهایی انجام بدم که خودم انتخابش کردم، به اون انتخاب فکر کردم، نه کارهایی رو انجام بدم که از روی عادت روزانه دارن انجام میشن. الان سوال اینجا پیش میاد، چرا ما در تصمیم گیری هامون اشتباه میکنیم؟ اگر بزرگترین و مهمترین چالش شما این بود که از روی عمد تصمیمات بدی میگیرید، خیلی ساده و راحت قابل حل بود. اما اصلی ترین چالش این است که موقع تصمیم گیری مثل فردی هستیم که در خواب در حال راه رفتن است. بیشتر از نیمی از تصمیم ها را زمانی میگیریم که اصلا متوجه تصمیم گیری خود نیستیم. به طور معمول انتخاب های ما با فرهنگ و نوع روش تربیتی ما شکل میگیرند و میتوانند به صورتی با رفتارهای عادی و روزمره ما ترکیب شوند که به نظر غیر قابل کنترل بیایند. مثلا آیا تا به حال موقعی که تصمیم غیر عقلانی یا عجولانه میگیرید یا گروهی از انتخاب‌های کوچک شما حرکات و تلاش‌های شما را بدون هیچ دلیل مشخص و واضحی خراب می‌کنند، در کارتان دقیق شده اید؟ خیلی وقتا یک رفتاری ما انجام میدیم که کل کارمون رو خراب میکنه. آیا به اون رفتار دقت کردیم؟ آیا قبول کردیم که اون رفتار ما اشتباه بوده و در صدد اصلاح اون بودیم؟ این خیلی مهمه. بدون دلیل اون کار رو انجام دادیم و اون کار خراب کرده، اصلا فکر نکردیم به اون کار. آیا در صدد اصلاح از بین بردن اون رفتاری که بی دلیل و ناخودآگاه داره انجام میشه به سبب فرهنگ، به سبب جایی که توش بزرگ شدم، آیا خواستم اون رو تغییر بدم؟
به طور قطع خودتان نمیخواهید خرابش کنید. هیچ کسی دوست ندارد نتایج کارش خراب شود، اما چرا خراب می شود؟ وقتی درباره تصمیم گیری های خود فکر نمی کنید و خطرات نتایج احتمالی را در نظر نمی گیرید، عواقب و نتایج ناخواسته نصیبتان می شود. هر تصمیمی که می خواید بگیرید، حتی بیدار شدن صبحتون، من از کوچکترین تصمیم ها می گم، باید به عواقبش فکر کنید که من 9 بیدار بشم چه عواقبی دارم، 8 بیدار بشه چه عواقبی دارم، عواقب مثبت و منفی. برای اینکه این عواقب عادت بشه تو زندگیتون، هر روز اونا رو بنویسید. حالا من یک موضوعی را از کتاب دارن هاردی براتون میارم. میگه فیل ها نیش نمیزنند. آیا تا به حال برایتان پیش آمده که یک فیل شما را نیش بزند، پشم شما را نیش نزده است؟ آری، چیزهای کوچیکی در دنیا هستن که شما را نیش میزنند. مواقعی هست که میبینیم اشتباه بزرگ در یک لحظه آبرو یا شغل شخصی را در معرض خطر قرار خواهد داشت. مثل کمدین معروفی که حرفهای بیهوده‌ای میان برنامه خود درباره موضوعات نژادی بزند، یا خانم تنیسور مشهوری که به صورت غیرعادی با یک سخنرانی کامل یک مقام دولتی را تهدید بکند. همه اینها انتخاب‌های ضعیف و بی‌اساسی هستند که نتیجه آنها به خودی خود شخص برمیگردد. حتی اگر شما نیز چنین خطاهای بزرگ و فحاشی در زندگی انجام داده باشید، این لحظات فاجعه آمیز و پسروی های فجیع را تجربه کردید. ببینید، خیلی وقتا هستش ما تا جایی از موفقیت میریم، یهو یک حرفی رو میزنیم تو اونجا به سبب مثلا ما تو عامیانه خودمون اسمشو گذاشتیم جوگیری. یه حرفی رو میزنیم که اون حرفه بعداً به ضررمون تموم میشه و خیلی ما رو پس رفت میده. چرا؟ چون این جوگیری از جایی به وجود اومده که فرهنگ ما به ما یاد داده. چی؟ من توی خانواده بزرگ شدم که هیچ وقت حرفم مورد قبول نبوده، پس وقتی یه جایی قرار میگیرم که حرفم زیادی مورد قبول قرار میگیره، جوگیر میشم. قبل از اینکه یک حرفی رو بزنید، قبل از اینکه برید یک راهی رو شروع کنید، فرهنگ های اشتباه خودتون، دلایلی که توی اشتباهاتی که تو زندگی گذشته‌تون هستش، حذف کنید. خودتون رو بسازید. نگی من اینطوری ساخته شدم، حالا من اینطوری اومدم بالا، دیگه نمیشه. حتی اگه سنت 50 ساله، 60 ساله، 70 ساله، 15 سالی، همین که عقل داری فکر میکنی و اومدی مخاطب این ویدیو شدی، این خودش یعنی که من میخوام. درباره بیشتر ما انتخاب‌های جزئی و ساده که بیشتر هم که اهمیت به نظر میرسند میتوانند مسائل جدی و خطرناکی درست کنند. منظور من همان تصمیم‌هایی میباشند که از نظر ما هیچ تغییری در روال زندگی نخواهند داشت، اما کوچک و قابل پیش بینی هستند. فرقی ندارد که در اندازه حرکات ابلهانه و رفتارهای کوچک، با اینکه جزء آن دسته از انتخاب‌هایی باشند که ظاهراً درست بسیار فریبنده‌اند، در هر صورت همین تصمیمات به ظاهر بی اهمیت می توانند به منحرف شدن مسیر زندگیتان منجر شوند. به این دلیل که مراقب آنها نبودید و با آگاهی انجامش ندادید، بعد متوجه خواهید شد که دیگر تحمل ندارید، آشفته و سردرگم هستید و باز هم نمیدانید که علتش همین انتخاب‌های کوچک و ناآگاهانه هستند که برایتان مشکل ساز شدند. ببینید خیلی وقتا ما یک حرفی رو میزنیم. من ببینید خیلی وقتا خیلی اشتباهات، مثلا مراجعه کننده‌ای بوده که به من گفته من الان تو مسیری از زندگی هستم که خودم راضی نیستم، با دوستایی میگردم که خودم راضی نیستم، میخوام در این جمع، در فلان جمع خوب، در فلان جمع مثبت قرار بگیرم، اما یه حرفایی قبلا زدم که اون حرفا از من ثبت شده که من جرئت ندارم برم تو اون جمع‌های مثبت. میگم منو با اون دید نگاه میکنن. ببینید هر حرفی که ما میزنیم، هر تصمیمی که ما میگیریم، اگه قبل از گرفتن اون تصمیم به عواقب اون فکر نکنیم، دوچار همچین چیزایی میشیم. خیلی چیزا الان خیلی برامون بی اهمیت، خیلی حرفا برامون بی اهمیت، انجام میدیم، مثل این ویدیو الان ازش رد میشیم، اما در آینده دور یا نزدیک نتیجهشو میبینیم و میگیم که چقدر اشتباه کردیم و پس رفتی میکنیم که این مدتی که من این ویدیو رو ول کردم تا این مدتی که من متوجه شدم که ول کردن این ویدیو اشتباه بوده، کلش از زندگیم محو میشه، الکی میشه. ما چند سال مگه زندگی میکنیم؟ به خودتون فرصت بدین.
این دوره ها شرکت کنید. ببینید ما خیلی تلاش میکنیم تو زندگیمون، خب هیچ کسی نیست، هیچ آدمی نیست که تلاش نکنه، اما تلاش ها گاهن بر علیه ما هستند. حالا این سوال مطرح میشه چرا تلاش های ما گاهن علیه ما هستند؟ این بار تلاش های شما علیه شما حرکت میکنند. چرا؟ فقط به این دلیل که فکر و تأملی در پشتوانه کارهای شما نبوده، درست مثل این که در خواب راه بروید. تلاش شما وقتی برعکس شما جواب میده که شما تأمل نمی کنید در فکر کردن به اون تلاش، حتی اگه یک راه رفتن ساده باشه. مثلا من تصمیم میگیرم با دوستان برم پیاده روی. این یک مثال، حالا یک مثال دیگه هم براتون میارم. وقتی از رو ناآگاهی تصمیم بگیرم که برم به اون پیاده روی، شاید برم به یه جنگل و تو اون جنگل لیز بخورم، شاید هوا بارونی باشه، تو اون جنگل لیز بخورم پام بشکنه و 2 ماه بمونم سر جا. ولی من که با آگاهی تصمیم بگیرم، اول آب و هوا رو چک میکنم، محلی که میخوام توش پیاده روی میکنم. این پیاده روی چیز ساده است ولی من میخوام اینقدر تفکیکش کنم، چون میخوام عواقب مثبت و منفیشو در نظر بگیرم. بعد میرم پیاده روی، از اون پیاده روی لذت میبرم. نترسی تو اون پیاده روی دارم، چون براش برنامه ریزی کردم. هر چیزی که شما انجام میدی براش برنامه ریزی کن. تو مثال دوم، مثلا یک بسته چیپس با یک بطری سودا را میخورید و بعد از خوردن آخرین دانه چیپس متوجه میشید که تمام رژیم سالم آن روز را هدر دادید، در حالی که به هیچ عنوان گرسنه نبودید یا اینکه 2 ساعت می‌نشینید یک برنامه بی‌معنی تلویزیونی، یا اگر دررحم‌تر بگویم یک مستند آموزشی را تماشا می‌کنید و نمی‌دانید که شما برای یک نمایش مهم مهیا می‌کنند تا از شما یک مشتری با ارزش بسازند، در مقابل به کسی که به او علاقه دارید بدون هیچ علتی یک دروغ بدون فکر میگویید. این در حالی است که گفتن حقیقت میتواند همه کارها را رو به راه کند. در واقع زندگی ما چه خبر است؟ از خودمون بپرس. در زندگی ما چه خبره؟ ما خیلی وقتا خیلی چیزا رو از هم دیگه پنهون میکنیم، از دوستمون، از اطرافیانم پنهون میکنیم. آبروم میره اگه پنهون نکنم. ولی اگه حقیقت رو بگیم مشکل همونجا حل میشه. اما اگه نگه دارم، شاید که بفهمه، استرس این که شاید تو آینده بفهمه، عذاب وجدانی که خودم دارم، اینو باعث میشه وقت من تلف بشه. در جا بگو اشتباهی کردی، اون اشتباه رو بپذیر. پذیرفتن اشتباه قدم بزرگی در ایجاد موفقیت هستش. ببینید ما اینا رو گفتیم، اما یک سوال پیش میاد: چگونه خودم را تغییر دهم؟ با آگاهی تصمیم گیری کنید. اکنون موقع بیدار شدن و گرفتن تصمیمات با قدرت و عاقلانه است. با آگاهی تصمیم گیری کنید. هر تصمیمی کوچیک یا بزرگ، اگه تو ویدیو بوده باشید مثال تصمیم گیری حتی برای یک پیاده روی ساده رو بهتون گفتم که چقدر تاثیر میذاره. بزرگترین خودخواهیه که در قبول نکردن اشتباه خودمون. چیست؟ اینکه بخوایم دیگران را متهم کنیم هیچ کاری ندارد. شما هم قبول دارید نمیتوانیم پیشرفت کنیم چون رئیس من فرد ناتوان و نالایقیه. اگر همکار من در حق من نامردی نمیکرد اکنون پست بالاتری گرفته بودم و همیشه بد اخلاقم چون بچه‌ها مرا کلافه میکنند. میدانید که وقتی رابط عاطفی بی میان میآید همه ما استاد این هستیم که تقصیر را گردن دیگری بیاندازیم. همیشه طرف مقابل است که تقصیر کار است و باید خودش را تغییر دهد. به این میگن خودخواهی در قبول نکردن اشتباه خودمون. بزرگترین قدم اینه که من اشتباه خودم رو قبول کنم، بعد برم سراغ تصمیم گیری. وگرنه تصمیم من بر اساس همون اشتباهی پیش میره که من قبولش نکردم. در اینجا من ایده‌ای برای بهبود روابط زوجی یا بهبود روابطی که ما توش قرار گرفتیم، روابط عاطفی، بهتون میگم یک داستانی رو تعریف میکنم براتون. سال‌ها قبل یکی از دوستانم از همسرش شکایت داشت. از نظر من همسر او زنی بی‌نظیر و دوستم شانس آورده بود که با او ازدواج کرده بود. من 3 بار این را به او گوشزد کردم.
او باز هم سراغ راههایی میرفت که همسرش را مقصر بداند و بدبختی‌هایش را گردن او بیندازد. همان موقع بود که تجربه‌ای را که موجب متعهد شدن ازدواجم شده بود با او مطرح کردم. من به خاطر یکی از اعیاد شکرگزاری تصمیم گرفتم دفترچه‌ای را برای تشکر و قدردانی از همسرم درست کنم. پس به مدت 1 سال کامل هر روز دست کم یک مورد قدردانی از او را در آن دفترچه می نوشتم. نوع ارتباطش با دوستانش، مراقبت از سگمان، تخت خواب تمیز و مرتب، غذاهای خوشمزه و خوش‌طعم و بویی که میپخت، یا بسیار ساده مدل مویی که در آن روز درست کرده بود و خیلی زیبا شده بود. خلاصه همه چیز را می نوشتم. من به کارهایی که همسرم انجام داده و مرا متاثر کرده بود نگاه یا از خصوصیات نکاتی صحبت می کردم که قدرشان را می دانستم. من 1 سال تمام این کار را پنهانی انجام دادم و در انتهای سال دفترچه من تکمیل شده بود. موقعی که روز عید شکرگزاری شد این دفترچه را به او هدیه کردم. همسرم از دیدن آن شوکه شده بود. با گریه گفت که این بهترین هدیه‌ای بوده که تاکنون گرفته است. حتی اعتراف کرد که بهتر از ماشین BMW بوده که برای تولدش به او هدیه داده بودم. اما جالبترین نکته این بود که من خودم بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته بودم. درست کردن این دفترچه مرا وادار کرده بود تا روی نکات و رفتارهای مثبت همسرم تمرکز کنم و با آگاهی کامل به دنبال چیزهایی میگشتم که او به خوبی از پس انجام آنها برمی آمد. این دقت و توجه قلبی به راحتی توانست چیزهایی را که باعث می شدند از او گله و شکایت کنم پوشش دهد. حس می کردم دوباره عاشقش شدم، اما این بار بسیار پرشورتر و بیشتر، چون به جای اینکه روی ظاهرش تمرکز کنم به خصوصیات رفتاری و طبیعیش دقت کرده بودم. تشکر و حق شناسی و تلاش برای بهبود یافتن بهترین چیزها را در او می توانستم هر روز با چشم قلبم احساس کنم. این موضوع موجب شده بود من تصویری متفاوت از ازدواجم ارائه دهم و در مقابل عکس العمل متفاوتی را از همسرم نسبت به خودم ببینم. طولی نکشید که چیزهای بیشتری را پیدا کردم و توانستم من دفترچه را بنویسم. در نتیجه 5 دقیقه هایی که هر روز به ثبت قدردانی از او اختصاص داده بودم، آن سال یکی از بهترین سالهای زندگی مشترک من و او شد و هر سال هم رابطه ما رو به بهبود میرفت. پس از اینکه این نتیجه خودم را برای دوستم بازگو کردم، دوستم تصمیم خودش را گرفت و گفت که میخواهد یکی از همین دفترچه ها را برای تشکر و قدردانی از همسرش تهیه کند. پس از گذشت 3 ماه او کاملا از زندگی و ازدواج خودش راضی بود. او با نگاه و دقت روی خصوصیات و ویژگی‌های مثبت همسرش نوع ارتباطش را با او تغییر داده بود. در مقابل همسرش هم در نوع واکنش‌هایش تجدید نظر کرده بود و رابطش بهتر شده بود. این گونه و به این شیوه ادامه یافت. ببینید یکی از عواملی که میتونید شما در زندگی زناشویی خودتون به کار ببرید تا به موفقیت بیشتری برسید اینه که یک دفترچه برای خودتون، یک دفتر برای خودتون بنویسید و هر روز یک جمله از شوهرتون یا از زنتون یا از خانمتون یا از عشقتون بنویسید که اون جمله خوبه. مثلا امروز خوب آرایش کرده بود، امروز زمین رو خوب تمیز کرده بود. هر کاری، حتی اگه هیچ کاری پیدا نکردین یک چیزی بنویسید. و یکی دیگه از نکته هایی که من میخوام به شما بگم اینه که تو دفترچه‌ای که من به شما گفتم تهیه کنید، تو اون دفترچه برای خودتون هر روز به مدت 1 سال از خودتون تشکر کنید. هر روز یک جمله تشکرآمیز از خودتون بنویسید. اگه روزی بود که شما نتونسته بودید هیچ کاری پیدا کنید که از خودتون تشکر کنید، به خودتون بگید که مثلا اون روز برید یه پیاده روی 5 دقیقه و بابت اون پیاده روی 5 دقیقه یا بیرون رفتن از خونه که به خودتون فرصت دادین که یه کاری انجام بدین از خودتون تشکر کنید. این کار رو انجام بدید، هر روز ببینید چه موضوعی تو زندگیتون میبینید. این جواب اینه که چطوری خودمون رو رشد بدیم. هر روز برای خودتون یک جمله بنویسید و از خودتون تشکر کنید. خب ما چیزهایی که تو این ویدیو یاد گرفتیم و میخوایم دوباره مرور کنیم. یکی این که روی دفترتون چند تا چیز رو بنویسید. روی برگه الان میخواید یادداشت کنید. یکی این که عیب جویی هاتون رو حذف کنید. دوم این که بهانه هایی که تو زندگیتون هستش رو روی یک کاغذ بنویسید. من فلانم، من کارم فلانه، من فلان جا زندگی میکنم، من فلان جا بزرگ شدم. روی یک کاغذ بنویسید و سعی کنید تمام اونا را با دلایل منطقی حل کنید. خب بعدش اینکه
تک تک انتخاب هاتون رو توی یک دفتر بنویسید که فردا میخوام فلان کار انجام بدم، بهش فکر کنید، به عواقبش فکر کنید، به عواقب خوب و بدش فکر کنید و بعد اون انجام بدید تمامش. حتی یک حرف زدن کوچیکی که میخواید فردا انجامش بدید، مگه اینکه به صورت تصادفی پیش بیاد، تا یه جایی میرسید که شما به یه برنامه‌ای میاد که هیچ حرفی تصادفی دیگه نمیزنید. و سومین نکته، چهارمین نکته البته، این که قدر شناسی از خودتون رو بنویسید. اگه توی رابطه عاطفی هستید 2 تا دفتر جور کنید، یکی برای خودتون، یکی برای تشکر از همسرتون. این کارا رو انجام بدید و منتظر ویدیوی بعدی باشید. تشکر از شما که تو این ویدیو با ما همراه بودید و به خودتون وقت دادید برای رشد کردن. ساب چنل ما رو یادتون نره لایک ویدیو رو حتما بزنید و برای ما کامنت بذارید که باعث دلگرمی ماست. و تشکر از شما که حامی ما تو این کلیپا و تو این دوره هستید. دوستتون دارم، به امید رشد همه. خدا نگهدار.